یک چند وقت به این سو نیکلای 36 ساله و الکساندرای 28 ساله تلاش دارند زندگی دیگر بسازند، چون که تا این وقت آنچه بود چون خواب دهشت انگیز میخواهم فراموش کنند. در کوچه بزرگ شدیم. هر جا راست آمد خوابیدیم. چون این هم بود که هر جا کار میکردیم آنجا منزلمان میشد. این جفت قریب تقدیری همگون دارند. برادر بزرگ الکساندرا با او سازش نکرد و او از خانه فرار نمود. برادر نیکلای باشد خانه پدری را فروخته او را بی سرپناه ماند. شکایت کردیم اما گوش نکردند. الکساندرا 7 ساله بود که به پنجه فولادین زندگی افتاد. تصور ناپذیر است که چگونه به تنهایی بزرگ شد. دشوار بود. گاه در اینجا، گاه در دوشنبه هر خیل که خواستم زیستم. شراب می نوشیدم. هر دو بار اول شناسنامه میگیرند. بعد 8 سال شناسایی به قولشان رهایی از زندگی بیشعورانه میخواهند نکاح رسمی کنند. مهم است که آنها یکدیگر را دستگیری میکنند و میفهمند. یک جا میگردند. لباس عروسی انتخاب کردند. به نظرم به نزدیکی تویشان را برپا میکنیم. 8 سال پیش در بدن نیکلای ویروسی نارسایی مسونت بدن را کشف کردند. نفهمیده الکساندرا را هم آلوده کرد. قبل از الکساندرا با زنی میزیستم که از او یک دختر دارم. او با قول به من این میراث را گذاشت. نیکلای برای رفع معتادی الکساندرا از شراب کوشش زیاد کرد، اما از یک بلا به بالای دیگر افتیدن او خجالت زده اش کرده است. اگر زنده مونیم یک جا زنده مونیم. اگر بمیریم یک جا بمیریم، گفتم من. حالا امید این دو به شفا بیشتر است. کمک های رایگان طبی را میگیرند و تلاش های امید بخش دارند. راه نجات هست. با صبر باید بود و خود را باید به دست بگیرید. اگر خود را به دست نگیرید به هدف نمی رسید. در حدود ولایت سوخ آوارگان را زیاده از 100 نفر گفتند. بیشتری آنها جوانانی در اینترنت ها تربیت دیده و مهاجرانی رانده شدند. دهشت است که آنها در جایهای افلاس خفت و خیز میکنند. بیشتری آنها به سپید، گپاتیت C و سیل گرفتارند. اساس این همه معتادی به شراب است. تأسف انگیز است که آنها جوانند. سازمان های غیر دولتی بر اینند که می توان به این قشر جامعه کمک کرد و آنها 5 نفر را به زندگی سالم برگرداندند. درس های 3 ماهه هست که رایگانند. در یک هفته 3 مراتبه. وقتی آنها میخواهند صاحب حجت شوند میتوانند کار کنند. یکی از راه‌های کمک به آوارگان که به قول نفران با تجربه نتیجه می‌دهد، صاحب حجت کردن آنها و کسب و کار آموختن است. به تنهایی بی کمک اطرافیان از این وضع بیرون آمدن خیلی دشوار است. اگر اقربای داشته باشند با آنها یک جای کمک میرسانیم. نیکلای میخواست استای برق شود که کسب درآمدناک است. الکساندرا امید دارد با برادرش و عائله او آشتی می شود. بگذار او ببیند که من صاحب شناسنامه شدم. تغییر یافتم. بگذار برادرم و عائله او به عمل من افتخار کنند. نیکلای و الکساندرا کودکی را که مثل آنها بیمار است میخواهند به فرزندی بگیرند. برای رسیدن به این مقصد 10 مرحله های سنجشی را باید طی کنند که به چنین مسئولیت آماده شوند. از بس که خواهش دیگر شدن در دل هر دوی آنها جوش میزند، اطرافیان حد میزنند نایل خواهند شد. خوب زندگی کنیم. پول برق و آب را پردازیم. به خانه رویم که آنجا آش باشد. این آرزوی بزرگ ماست.